سلام به همگی، مازیارم و به چنل خودتون خیلی خوش اومدین. بچه‌ها میریم برای قوی ترین ترکیب بازی توی حال حاضر. به همین راحتی 14 تا برومویچ داریم با 6 تا اسپل بد. اگه مینیون پرینتتون رو دارین آپگرید میکنین اصلا نگران نباشین، چون این ترکیب مینیون پرینت رو اصلا استفاده نمیکنه. و بچه‌ها دارم بهتون میگم، یعنی این واقعا دیوانه وارترین ترکیبیه که من تا حالا دیدم و خیلی دوست داشتم اینو درست کنم، بخاطر اینکه من سال پیش توی تان 16 وقتی برومویچ اومده بود این ترکیب رو آوردم و 20,000 ویو خورده بود توی چنل اصلی. اون موقع چنل فارسی نداشتم و واقعا دیوانه واره و گفتم تان 17 بچا خیلی اسپلش داره، یه دونه مولتی آرچر تاور اضافه تر داره، تان 16 دو تا فایر اسپیتر داره، تان خودش از دور ضربه میزنه و کلش میشه گفت اسپلش، همون یعنی دمیج دسته‌ای. بعد از اون ور ما این آتیشیر هم داریم که حتی شما میتونین اینم توی مپ داشته باشین. با خودم داشتم میگفتم خدایا شاید اونقدری جواب نباشه، ولی بچا چیزی که بهتون میگم واقعا دیوانه واره. شما اصلا اسپلای بتو یا همون خفاشو نیاز ندارین و این خیلی دیوانه واره. بریم برای اتکا و ببینیم چجوری باید این ترکیب اجرا کنیم. خب بچه ها، اول از همه یه تشکر ویژه از امین که اومد و به من چالش داد، به خاطر اینکه من خودم پوش نمیکنم و توی لجندز خیلی پایین رنکم، برای همین اصلا هیچ مپ درست حسابی پیدا نمیشه. بچه ها این ترکیب رو اینطوری قرار بزنین. شما اول یه اون ویزار تاورا رو بزنین ببینین چطوره، ببینین آقا این ویزار تاورا کجان و 1 تا 3 ویزار تاور رو شما میتونین با یه دونه از این نیروها بزنین. یعنی هر ویزار تاور یه دونه. 4 تا راکت بالون داریم که یه ویزار تاور دیگه است. با تیر کوین معمولا من خودم میرم سویپر میزنم. بعضی وقتا تو این اتکا میبینین که با تیر کوین شاید ویزار تاورا رو هم ضعیف کنم، ولی 4 تا راکت بالون خوبیش همینه. کوین به راحتی ایر دیفنس داره میگیره. کینگو شما باید دورتر از نیروهاتون بندازین و نزدیک به کوین. اینجا همونطور که دیدین بقیه این ویچا رو فقط اسپم میکنیم به اون دوتا یا یه دونه ویزار تاور باقی مونده که بعد از اون دیگه جای دیگه مپ نرن، برن اون سمت مپ به خاطر یه ویزار تاور دیگه. و اینجاست که شما ریج اسپل و یه دونه هیت هانتر داریم، معمولا برای اون هیروهای مثل کوین و مینیون پرینس که خیلی اذیت میکنن. اینجا همونطور که میبینین بچا رویال چمپیون رو یه جوری بر استفاده کنی که نه نزدیک به ویچا باشه نه نزدیک به کینگ و کوینتون باشه، یعنی کلا مخالف، کامل یه جهت جدید برای خودش. همه چی و هر جای مپ بریزین مپ 3 میشه و به همین راحتی 8 تا اسپل شما لس میزنید. اگه همین نیروها رو برداریم بذاریم تو یه دونه تان 17 دیگه 3 میزنن. دیوانه واره. نه حالا اونطوری قوی نیا، ولی بعضی از اتکا رو میبینیم که واقعا 4-5 تا ویچ داریم، 7-8 تا اسپل داریم، کینگ و کوین زندن. اصلا دیوانه واره. این اولین چالش من با این ترکیب بود و اینجا بود که فهمیدم نخیر، هنوز از زمان تان 14 این ترکیب قدرت خودش رو نگه داشته و با ابیلیتی های جدیدتری هم که اومده حتی قوی تر شده. بریم برای اتک بعدی. اتک بعدی توی کلموار لیگ هست و همونطور که میبینین ما 5 تا ویزار تاور داریم. آقا یک کدوم از اینا رو شما میتونین یه جوری بزنین که راکت بالوناتون وقتی 4 تا میندازین مستقیم بعد میرن برای ایر دیفنس. یه حرکت خیلی ریزیه، ممکنه همیشه اتفاق نیفته، ممکنه همینطور که میبینین تله داشته باشه، ممکنه تسلا داشته باشه، اما 2 تا راکت بالون برسن بالا سر ایر دیفنس میزننش. اینجاست که تیر کوین رو میزنم، اون ویزار تاور رو دمیج میزنم، یه ویچ برای یه ویزار تاور دیگه و همونطور که میبینین یه ویزار تاور بیشتر نمونده که همه نیروها رو میریزیم با ماشین سنگ انداز، ابیلیتی واردن و ریج و هیت هانتر برای مینیون پرینس. همونطور که دیدین کینگ و مخالف ویچا دادیم، رویال چمپیون و مخالف ویچا دادیم، کوین برای خودش میاد پیش کینگ بدن و فقط ریج بزنین وسط مپ. ریج بزنین و اگه کستلش سوپر دراگ باشه، دراگون باشه، کوره باشه، یه اسپل سم راحت بندازین روشون و تمام. باز هم میگم شما 8-9 تا اسپل لس میزنین و یه کاری که میتونین بکنین اگه دیدین خیلی دمیج زیاد شده، این اسپلا رو یه دونه بندازین رو هیروهای حریف. یعنی آقا شما یه دونه اسپل بتو خفاشو بعد بنداز روی مینیون پرینس، به راحتی براتون تا فردا صبح تانک میکنه. این ترکیب میتونم بگم با پرایم لاوالون که توی هالووین 2 سال پیش اومده بود حتی میتونه رقابت کنه، چون خیلی قویه و واقعا هیچ مپی نمیتونه جلوشو بگیره از نظر من، حداقل این ترکیب سوپر ویچ بروم ویچ. به خاطر اینکه ترکیبای دیگه هم هست، بعضیا با کلون دارن میزنن، فکر کنم ایتسو یه ترکیب داده اگه میشناسینش و در کل خیلی ترکیب ممکنه زیاد براش بیاد و این به نظر من یه طوریه که شما هر کاری بکنین نمیتونین رو دفاع کنین و واقعا خیلی قویه.
اتک بعدی یه مپ خیلی معروف رینگو داریم و امین دوباره خیلی لطف کرد و مپش رو چالش داد. بچا تو این مپ اصلا کلا این ویزارد تاورا رو شما هر وقت بزنی به راحتی میتونی خودتو پیدا کنی. میگه آقا یه ویزارد تاور الان ما بغل ایر دیفنس داریم درسته سمت راست مپ، به راحتی 4 تا راکت بالون هم ویزارد تاور رو میزنه هم ایر دیفنس رو میزنه. اصلا مهم نیست اگه نزنینا، ولی خب بیشتر میتونین خرت و پرت بگیرین. حالا از تیر کوین اینطوری استفاده میکنیم که سویپر رو میزنیم. با سویپری که من میخوام چون از بالا وارد مپ بشم، دو تا ویزارد تاور بالایی، سویپر پایینی رو زدم چون به سمت بالا بود. یه ویزارد تاور پایین مپ داریم، حتما مطمئن شین میفته، بخاطر اینکه الان میبینید من ویزارد تاور رو فکر کردم با کینگ زودتر بیفته، برای همین نیروها رو زود شروع کردم و این نیروها دارن میرن سمت اون ویزارد تاور، ولی به موقع کینگ ویزارد تاور رو از بین برد. ریجو میزنین. من یکم حواسم نبود اسپلسم رو اصلا ننداختم، نمیدونم چی کوره بود چی بود، یکم دیر انداختم. به هر صورت داریم مپ رو له میکنیم و همونطور که گفتم رویال چمپیون و مخالف ویچا و مخالف کینگ کوین هر جایی که میدین با نیروها نباشه، چون دارین هدرش میدین. یه جای جدید بدین، برای خودش 4 5 تا دفاعی اضافه براتون میگیره با ابیلیتی نیزه و سپر. اینجاست که دوباره ما 9 تا اسپل داریم و به راحتی شما میتونین هر جایی که دوست دارین این اسپل رو استفاده کنین. دوست دارین لس بزنین، دوست دارین بندازین رو کلنکسل حریف، دوست دارین رو هیرو بندازین، آقا دوست دارین اتکتون سریع بشه رکورد جهانی بزنین، این اسپل ها رو یه جای جدید استفاده کنین برای خودشون دور مپ بچرخن. در هر صورت شما یه چیز دیگه هم که باید دقت کنین اینه که مینیون داریم بچا. مینیوناتون رو هر جایی که ویچا رو ریختین یه 2 3 تا بندازین، اونور مپ رویال چمپیون انداختین یه 2 تا مینیون پشتش بندازین. همینطوری به همین راحتی شما واقعا هر مپی رو میتونید بزنید و بهتون میگم خیلی ترکیب قدرتمندیه، در صورتی که من اصلا نمیدونم برای چی همچین ترکیبی تو بازی باید باشه، ولی خب حالا که هست باید بیشترین استفاده رو ازش بکنیم. اتک بعدی یه مپ دوره جو داریم. آقا ممکنه بگیم مازیار مپای قبلی سنگین نبود، ریج تاور نداشت، حالا چیکار کنیم آقا اگه مپ خیلی سنگین شد؟ بچه‌ها ریج تاور حتی خدا شاهده بهتون بگم اصلا ضعیف‌تر میکنه مپو جلوی این ترکیب. دیوانه واره ها، ولی مپ ضعیف‌تر میشه. حالا ویزارد تاورا رو میبینیم، سویپرها رو میبینیم. برای ویزارد تاورا من یه راکت بالون از سمت چپ میندازم، کوین رو برای سویپر دوباره میندازم چون میخوام از مخالف اون سویپره حرکت کنم. این کوین رو یه جایی انداختم که کینگم بغلش بعدم میندازم و همونطور که میبینید یه ویچ هم پایین مپ داریم، یه ویچ بالای مپ و بقیه ویچ ها رو میریزیم برای ویزارد تاور آخر. کینگو کنار کوین بندازین، نمیخواد جدا بندازین زیاد وگرنه کوین نفله میشه، کینگ هم نفله میشه. حالا ماشین سنگ انداز رو میبرین جلو. وقتی دارین نزدیک ریج تاور میشین ریج خودتون رو بندازین و ابیلیتی واردن رو بزنین. اینطوریه که شما اون قسمت مپ رو واقعا نابود میکنین و همونطور که میبینید رویال چمپیون هم از یه طرف دیگه جداگانه ما میندازیم. اینجاست که یه ریجم نزدیک به تام میزنم، یه ریجم برای اون ریج تاور حریف میندازم که زیاد زود در نیاد. ولی بچا واقعا میگم الان ما دقیقا 30 ثانیه توی اتک بودیم و مپ نابود شد بدون اینکه شما 9 تا اسپل استفاده کنین. دیوانه‌وار نیست؟ یعنی واقعا به نظرتون از این قوی‌تر ترکیبی تو بازی هست یا نه؟ و من فکر نکنم و واقعا خیلی خیلی قویه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. قرار لوکال واقعا به فنا بره با این ترکیب اگه ویو زیاد بگیره این ویدیو و به نظر من خیلی حیف اگه استفاده نکنین. بچا باید بیافتین رو قطار، این قطار داره به سمت جلو حرکت میکنه، ترکیبای قوی روشه، بیافتین روی قطار و به سمت جلو حرکت کنین وگرنه جا میمونین، تو لجند نفله میشین. اگه میخواین خودتون رو خوب نگه دارین باید 320 بزنین و با این ترکیب تنها راه ساده 320 زدن همینه. امیدوارم دوباره لذت برده باشین. برای ویدیو بعدی ان شاء الله میبینمتون. فعلا خدافظ.